ببینیم که حس کراشتون نسبت به شما چی هست. حس فردی که نسبت بهش الان توی ذهنت دوست داری بپرسی، اسمش رو صدا بکن تا من از کارت ها بپرسم ببینم که در مورد این شخص میخوان به ما چی بگم. خب من 3 کارت بیرون میکشم، اگر نیاز باشه که بیشتر، اگر که نه روی همین 3 کارت قضیه رو جمع میکنیم. اینکه نه که نیاز به توضیح بیشتر داریم. بله خب میگه اگر که تو حسی نسبت به اون طرف داری، مطمئن باش که اون هم همین حس رو نسبت به تو داره و تویی که متوجه نمیشی. من دارم اینجا یک حس ارتباط، آشنایی یا تعلق نسبت به تو رو میبینم. احتمالاً این آدم تو رو بخشی از دایره امن یا اجتماعی خودش میبینه و از ارتباط برقرار کردن با تو و کنار تو بودن یک احساس راحتی میکنه. یعنی شاید نمیدونم واقعا حسش کردید یا نه، بعضی وقتا در کنار یه سری آدم قرار میگیری، ناخودآگاه یک احساس خوبی رو بهت میدن، یک احساس امنیت. این آدم هم همینجوریه، میگه من در کنار این شخص احساس امنیت دارم. ولی این رو بدون که حسش یک حس سلطه طلبانه یا کنترلگرانه هم هست. میتونه نشون بده تمایل به حفظ کنترل روی احساساتش رو داره. شاید مثلا دوست نداره که نشون بده که شاید آسیب پذیره. خب یا ترجیح میده که خودش اینجوری نشون بده که رابطه توی چه مسیری قرار پیش بره. مثلا خودش رو سنگین نگه داره یا اینکه نه یک رابطه صمیمی برقرار کنه. اما انرژی مثبتی رو از شما میگیره. ببین کارت سور یا همون اوج گرفتن، پرواز کردن، انگار دلش میخواد کشش خیلی خاصی به سمت شما داره که خودش هم متوجهش نیست دلیل این چی هست. شاید دلیلش بیشتر گفتم همون حس آرامشی هست که از شما میگیره. فرد خیلی میخواد محافظت بکنه از خودش و توجه به امنیت عاطفی شما. یعنی بخشی از وجود این آدم ممکنه نگران ریسک‌های احساسیش باشه و قبل از نزدیک شدن مثلا مطمئن بشه که آیا آسیبی از طرف شما بهش نمیرسه. این چه بهت میگم؟ چون من اینو خیلی پررنگ میبینم. یعنی یا این کارت از کارت احتیاط یا همون بقا داره صحبت میکنه. پس استقلال و آزادی هم براش خیلی مهمه، خیلی اهمیت داره. حتی اگر احساس یا کششی هم باشه، احتمالاً نمیخواد احساس یا محدودیت و فشار و تعهدی که فکر میکنه توی رابطه برقرار میشه مثلا روش برسه و تجربهش بکنه.